حضرت علی رو میپرسیدن که صحابه رسول چی بود؟ که صحابه رسول قدای بلند داشتن، بدنای نحیف که در بدنش روغن نبودن، قاشای سیاه داشتن، چشمهای مثل ماش، میگم خیلی در غرق رفته، همین خیلی گوهر کاشان کلان کلان چشم بود. میگم مردمه که چشمشون مثل ماش باید که تنوک میگم، میگم همین خیلی میده حق بود. ریشای کلان کلان داشتن، لباس های سفید، سله های خوشرو. در گرد خانه پیغمبر در بالای خاک زمین خواب بودن، میخستن از بدناشان خاکا را میشپاندن، مثل شمشیری سرنجی بودن. تیز کردگی در غلاف پیامبر میخواست چقدر اونها را میکشه استفاده میبود. بعد از اون میگه گفت صحابه رو گریه کرد. همین حضرت علی گریه کرد گفت چرا گریه میکنی؟ شیر خدا گفت یک بار دیگه همون زمان بیایم، یک بار دیگه همون دوره بیایم. کجا شدن اون ابرمردا؟ کجا شدن اون جوان مردا؟ اونها میگه بعد از اون گریه میکرد میگه چی به گریه میکنی؟ میگه امروز ما به نان و چای و خوراک رسیدیم. در آن زمان همه اونها گشنه بودن، اما به دست و دنداناشون شریعت قبیدن، هوای نفسشان خار کردن. حتی امیرالمومنین فاروق اعظم در 10 سال و 6 ماه خلیفگیشان هیچ محل خوراک شب نخورده بودن، هیچ محل خوراک شب نخورده بودن. برای چی؟ برای که گریه میکردن که من خوراک خورم، مردمی که امروز در زیر حمایه منن و یا گشنه مانن و یا گشنه گردن. بعد از اون میخست و بالای منبر میبرامد میگو فرزند خطاب تو نگو که امیر اینهایی و راهبر اینهایی، تو دانکی پرسشی تو در نزد خدا روز قیامت 70 بار اینا بلوه. اگر اینا رو یک بار پرسن تو 70 بار بپرسن. فرزند خطاب کاش که انمو خس و خاشاک میشیدی و عمر نمیشیدی. فردا تو رو میپرسن فرزند خطاب این شب زنی برای شوهرش گریه کنه، فرزند برای پدراش گریه کنه، مرد و زنی برای گرسنگی گریه کنه، مادر برای بچهش گریه کنه. اگر شتری را وزبین بار کنن، خری را خلقتی سخت زنن، در محکمه الله جواب میده فرزند خطاب تو راهبری. فرزند خطاب تو فردا از این نفس جواب میتی. و بکا گریه میکرد، میگه زار گریه میکرد، میگه ابو بکر مسئولیت وزبین گردنم دماندی. اگر شب میگه مادر گریه کنه، شب زنی برای شوهرش گریه کنه، شب کودک برای پدرش گریه کنه، اگر شتری را سخت بار کردن، خری را سخت زدن، فرزند خطاب مسئول نزد الله تی. این گناه خلیفه های ما نفساشون را خار میکردن. هوا بلندی نکن، هوای نفس آدم بسیار خار میکنه. وقتی آدم در پیش آدم تعظیم میکرده بزانو میزده، نام همین بوده هوی. وقتی آدم مثل فرعون باری نفسی اماره در بندش ها میشه فرعون، میشه قارون، میشه ابو جهل، میشه ابو لهب. نفس چیزی بده. فرزندی آدم به خود بیا، هوای نفس بسیار چیزی بده. من امروز یک از لجام کردن هوای نفس، این همین روز خوردن و آشامیدن. الحمدلله چهره ها اکی با دزدش معلوم شدن، چهره ها خراب، بینی ها رنگ شمشیر باریک شده. چگونه ای که او بزرگ در کتابش نوشته از شما برای برهم دادن قبله ما، برای برهم دادن برنامه قرآن ما، برای ویران کردن اخلاق نسل ما، برای بی‌حیا کردن زنای ما، برای برهم زدن صف مسلمان ها نقشه میکشه، قلم میگیره. اما ما مردانوار دعا میکنیم که خدا را شما را هدایت کنه. ما دعای بد نمیکنیم این ساعت ها، ما دعا میکنیم پروردگارا به توفیق ها را توفیق ده، به هدایت ها را هدایت ده.
زیرا خودت وعده کرده که لأملأن جهنم من الجن والانس اجمعین، من این جهنم از جن ها و انسان ها همین خیلی پر میکنم که یگانجاش خالی نمیمونن. اونها هم طاقت او جهنم ندارن، اونها هم طاقت او دوزخ ندارن. پروردگارا به توفیقای ما را توفیق ده، به هدایتای ما را هدایت ده، دروازه های آسمان برکت ما را گشا، رزقای ما را فراخ گردان. برای یک بردنان و برای 4 تنگه ما را مثل مورچه ها زیر پای کسی نکرد. ما در عزت ده، ما در فضل ده، ما در رحمت ده. برای ما رزق همین گونه رسان که چی گونه که پرنده ای خانش میبرا، نه اسباب داره و نه استاگی داره و نه علم داره و نه یگانجا خوانده است، اما تو یک دم شکم او را سیر میکنی. پروردگارا مثل همون پرنده ها برای ما رزق ده. ما هر یک روز جمعه درباره اخلاق و تمیز صحبت میکردیم، درباره تربیت گپ میزدیم. افلاطون گفته است که در هر یک جامعه‌ای که آدم‌ها تربیت و اخلاق نداشته باشند، شما دست و دامنتان را بالا کنید که وای جامعه رو به کلیدشویه. وقتی اخلاق و تربیت نباشه جامعه ها کلید میشوند. در هر جامعه‌ای که افلاطون گفته است مردم وقتی که از آدمای نظامی ترسیدن، دانین که وای جامعه خیلی اخلاق بد داره. در هر یک جامعه‌ای که اگر مردم از دکتر ترسیدن نرفتن پیش دکتر، او جامعه بیماره. و هر جامعه‌ای که معلم حرمت کردن، از معلم احترام کردن، معلم دوست داشتن، معلم حرمت کردن، افلاطون گفته است که شما این جامعه را دانه که آیندهش کلان آباد می شود. اما افسوس زمانی ما خیلی معلم ها به حرمت شدن، خیلی معلم ها به حرمت شدن. معلمی که برای ما الفبا نشان داد، معلمی که برای ما خط سواد نشان داد، معلمی که برای ما گرفتنی قلم و روچکه نشان داد، معلمی که در این شهرها برای ما اخلاق و تمیز و شیشتن و خستن نشان داد، این معلم امروز در زیر سنگ ملامتی ما گرفتار شده. این معلم ها امروز خار شدن. امروز وقتی که معلم خار شود، معلم به حرمت شود، وقتی معلم همچون یک چیزی ناچیز حساب شود، چگونه ما از تربیت نالیم؟ چه ما از تربیت گپ زنیم؟ این فیلسوف یونانی به براوقتی گفته است که وقتی معلم حرمت نشود، معلم عزت نشود، وقتی معلم آمد مردم او را همچون یک گوهره که چشم حرمت نکنند، وای به این معارف و وای به این پیشروی و وای به این تربیت، آینده در دانه که گرگای خونخور کلام میشوند که بچه ها همه این معلم تربیت میتین، همه این از مکتب برآمدگی مردم. وقتی اینا اخلاق ندارن، تمیز ندارن، دانن که خیلی خیلی این معلم ها بیچاره حرمت ندارن. پیغمبر ما همیشه از زبان انصاف گپ زده. پیغمبر ما پیشتر از خودش هزارها هزار آدمی گذشته رو خوبا رو وصف کرده، تعریف کرده. باید ما هم وصف و تعریف کنیم که زمان شوروی خیلی زمانی بوده که معلم ها حرمت داشتن، معلم ها خیلی عزت داشتن، از همه کسبی بلند معلم بود، از همه آبروی بلند معلم داشت. نام خدا معلمه، علم آدم، نام جبرائیل معلمه، نام آدم معلمه، نام رسول اکرم معلمه صلی الله علیه و سلم. پیغمبر ما معلمه، معلم بشره. کسی که اگر این نام حرمت نکنه، 4 انمین مقدسات چیزی را حرمت نکرده، همه اینها تربیت از همینجا میگیرن. یکی از تربیه از دیدگاه اسلام همین بود است که تربیه ها ضعیف میشدیان، این پیرو شدن به هوای نفس بوده. پیرو شدن به چی؟ هوای نفس.
عرب وقتی انسان بلند شود از بلندی یک بار خش در زمین پرتاید سرش در زمین ماند نام همیر میگه هوی. آدم وقتی که از بلندی در زمین خش میپرتافته سرش در زمین میمونده همین سر تا در زمین میمونی و خش در زمین شکمکی میپرتایی نامی همین عرب چی میگفته؟ هوی. هر کسی که به نفسی بدبختی که آدم شرمنده میکنه پیرو شود این نفس همین بلندی کشیده آورد از زمین میزنه شد. برای همین میگن هوا، میگن ای هوا احتیاط شد، هوا بلندی نکرد، از هوای نفس احتیاط شد. اللهم لك صمت و بك آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. آمین یا رب العالمین. صفاتون راست گرفته و افطاراتون کنی برادر.